اگر متقاضی پذیرش در مقطع فوق لیسانس هستید، از همین الان باید برای سپتامبر 2024 مدارکتون رو آماده بکنید و درخواست پذیرشتون رو ماکسیموم تا فوریه و مارچ 2024 سابمیت بکنید. همونطور که میدونید یه سری مدارک لازم هست برای درخواست پذیرش برای مقطع فوق لیسانس که مهمترینشون در واقع داشتن نمره آیلتس یا تافل کافی هست، داشتن 2 یا 3 رفرنس لتر یا کسایی که شما رو در واقع ریفر بکنن به دانشگاه ها و طبیعتاً معدل کافی برای مقطع لیسانستون که شما رو واجد شرط کنه برای اینکه بتونید برای فوق لیسانس اقدام بکنید و طبیعتاً موارد دیگه. اگر متقاضی تحصیل در مقطع فوق لیسانس هستید و نیاز دارید برای تعیین رشته مناسب و درخواست پذیرش کمک بگیرید، میتونید با ما مشورت کنید و ما این کار رو میتونیم براتون انجام بدیم.